چشمانم رو نمیبینم با من چشمانم نمیبینم سبی نبز ما نمیبینم ما نمیده اسلام میخورم ما یک سوزش توی ما سبی سوز ها با من چی شد اکای مراد چشم اکای مراد اکای مراد اکای مرادی اکای مراد اکای مراد اکای مراد کس نرا بیا اکای مراد اکای مراد ای کارو نکن اکای مراد تو چی کار نکنی اکای مراد اکای مراد ایست اکای مراد بغازی اکای مراد کارو نکن اکای مراد آخی میافتی میگویم تو این کارو نکن اکای مراد خواستگیری آمدی اکای بختیار تو این کارو نکن یاره ده اکای بختیار این کارو نکن من نمیخواستم اکای مراد باید جمیل دستت رو گیر جمیل نکن اکای مراد اکای مراد این کارو نکن اکای مراد من نمیخواستم دستم رو سر نده قاتل بود قاتل مردار تو باید موری اکای مراد مور یاری رسانده نتوانستم اکای مراد مور قاتل مرد قاتل تو باید موری اکای مراد تو باید موری قاتل مرد اکای بختیار یاری دادن نتوانستم تو خورسر نیستی اکای مراد خورسر نیستی تو بای مرد اکای مراد قاتل مرد خاله جان من رفته کارباری خانه رو کنم که زلیخا داغ است نه زلیخا همه کارها رو میکند تو دختری منی من تو رو از سن 18 سالگیت به این خاندان کلین کرده آوردم اگر بیهوش نمیشدی ما همه چیز رو نمیفهمیدیم به یگان کس گفتن نخواستم نیت داشتم که خبری خوش رو به شما زودتر رسانم تو باید بیشتر خوراک خوری دخترم شرم ندار دلت چیزی که میخواد گرفته خوردن گیر آخر باید نبیره من چالاک سالم و جسور به دنیا بیاید پسردار بشه این دفعه باید پسر شود خاله جان خداوند چیزی را در نصیبمان کشیده باشد فرق نیست دختر یا پسر من حس میکنم میفهمی حس میکنم که البته پسر میشود آخر در خاندان ما هم یک نبیره پسر به دنیا بیاید سرمون به آسمان میرسد زلیخا اینجا بیا لبای خاله جان نزدی دوزنده رفته کرته های مرا کدامش که باشد 4 نمود لباس داده بودم کدامش که تیار شده باشد گرفته بیار خودت هم یک لباسی درست رو پوش مونیره هم آماده شود این بگاهی به خواستگاری میرویم میلش خاله جان آی مردم قاتل بود قاتل آی مردم قاتل بود اکای مراد با شما چی شد اکای مراد مرده است من محبت رو از چشمان تو می آموزم درس زندگی رو هم و توانستم که یک نفری باشم تا همیشگی برایت عاشق بمانم فقط وعده نده که از آسمان ستاره می آری قاتل بود هرگز اکای بختیار کجا قاتل بود بابا جمیل قاتل رو کشته اکای بختیار چه میگویی قاتل بود آی مردم قاتل بود اکای بختیار چه گفته است دست نفهمیدم قاتل بود پرویز دلم خواطر است یک به جمیل زنگ زدم مایلش با شما چی شد مرده است
الو جمیل اکای پرویز مراد مرده است. چی نفهمیدم؟ مراد مرده است اکای پرویز. در کجا چی گپ شد؟ مرده است جمیل در اکای کجاست؟ پرویز. جمیل آرام شو چی گپ شد ما پرویز؟ حاضر همراهی تهمینه آمده میرسیم تا آمدنی ما به یاری تجلی در زنگ کجاست؟ زد آرام شو جمیل آرام شو حادثه این ناخوش رخ داد میره ای تو من نکشتم. من وای از همین چه خالتی من نکشتم. دیدم کمتا من نکشتم. من نکشتم. من کمتا مراد چی شد؟ یاری تجلی. مراد جان مراد خیر یاری تجلی یک نفر مرده است از جری غلطی. تامین زود باش ای مردم قاتل مرد قاتل مرد اکا قاتل مرد قاتل مرد دادم قاتل مرد قاتل مرد ای بچه قاتل مرد قاتل مرد او کشر قاتل مرد مخاطر رو با جمیل زدیم قاتل مرد قاتل مرد اینها رو درارید آردها رو هم درارید خدا مبارک خدا مبارک اسبی سیاه ناو گرفتیم باید فروختیم اکنون وقتی که پشت رفتن نشود خب سورو بازی زنگ میزنم قاتل مرد چی؟ مرادی قاتل مرد دشم از اینجا دشم ای بچه همیچه چی کار میکنه دفت کنم اینجا خاله داره شما سعید داره ها چی میگی دفت اینجا خب جمیل رفتی حادثه رو به من نقل نمیکنی در باغ سد میچینه با اکای بختیار صدای شنیدم و دویده اومدم. اکای مراد خودش رو از جری پرتافتن میخواستم کمک کنم دستش رو داشتم لیکن دروغ نتوانستم از دستم غلطید از گردی بلند. این کاری من نیست باور کنید اکای پرویز من آن رو نکشتم. آرام شو این کاری تو نیست نه. همراهی اون بختیاری دیوونه یک رولی دیگه در دست تو بچوره نخمیدین هر یاشا کسی رو بکنه اکای ابراهیم شما آرام شوید بدونید کاری من نیست. اکای من هیچ گاه این کارو کردن نمیتوانم او همون دیوونه ای کارو دیگه نکردم. 4 ساعته دیگه زدو من میخواستم با او کمک کنم. ای آرام بچه شوید. با کنونده اون اکای در ابراهیم محبس آرام بگذارم شوید خیر ما زنده آرام باش شوید اکای بودی ابراهیم سلام علیکم خاله شما درایید ما آماده بعد از 5 دقیقه از خونه میبرویم چم آماده است مایلش ما شما را از راه میگیریم ای با مراد زنگ زد کجا شد؟ مایلش رو چم یزدان دلوار میزن خدایا من باید چه میخوام الو اکا این من پرویز زلیخا تحفه ها کنی تحفه ببین ها خاله جان. جدا کردم مونده بودم کو بیار تلفنی اکام در دست تو چی میکوبه انا آوردم بالا بیجار بیایید بالا بیجاری کلام چیکار چی است فلاکت رخ دادی از نه فلوکات مراد را از دست دادی چی؟ چی شده است؟ چه من کار دارم باید را مایلش ایستا گبزن چی شده است؟ چی شده است؟ چه اکای مرودم
چی حادثه؟ آروم شید دکتر. راه رویم. با راه برایم. چی شده؟ من با شما همش رو میفهمونم دکتر. مدیره کاستم رو بیار مدیره مراد جانکم مراد جانکم لابه اوچا سهراب لابه اوچا زود خانه بیا با مراد فلاکت روی دادن چی؟ فهمیدم اوچا دست بیا شما سر ره برایید من آمدم اوچا سر ره برایید اوچا برایید آمدم اوی مردم قاتل مرد او قاتل رو کو کشته درشا اینجا دیونا اختداشم حیوان درشا اینجا برای تا دیگه شبیه کی را جزیر کرد زود باش سهراب گفتم اوچا شرمندگی در تمام قشلاق می شود چی میگویند؟ پسری فلانی مست از جاری پریده مرد ببینم اینش بس نبود که شرمندگی ما از روی مستی مراد در ده پنج شود اوچا من آرام شده نمیتوانم دف شو گیر ماشین رو گیر نگیم دف شو از این گذشته هم نمیبینی پسری دوست دارد اوچا تعریف میکردی مراد جان در خانه میماند صاحب تمامی بایگری میشود انمود الله اکبر تمام من اگر نیابم که کی او را کشت من آرام شده نمیتوانم اوچا این چی کاری کردگیت بود مراد همش کار انمی لعنتی پرویز است من او را از تو دفع میکنم اوچا دفع میکنم اوچا سلیما تو من رو میشنوی قاتلی که با هر دوی ما خیانت کرد ولی امروز مرد یعنی گبزن از همین جری بلند و همین جا افتیده هست باید چی بگیش ولی او علاقه جان رو برد از همون بلنده افتیده بله از روی سخون جمیل از همون بلندی افتیده است بله وقتی من آمدم او علاقه در زمین خود سلیما تو آرام بخواب سهراب جان خودت رو به دست گیر التماس اوچا بهتر است شما رو نبینی اوچا گالیوف و بلندی نگاه کن چقدر است اکسپرت رو دعوت کن سهراب جان آرام شد من همش رو به تو نقل میکنم فهمو جمیل همراه بختیار همون بختیار دامو زن پدرم رو کشتی من همش رو به تو این بسته بود که اکم رو کشتی بسته آرام بود که شو. اکم رو کشتی ها آرام شو ایسا آرام شو
تامین زود جمیل رو گرفته به خانه را باز اگر حادثه نمیاد زود باش کارلر نشم بابای من خودم گپ میزنم آدم کوش گذاره با این طرف را بزن زودتر زودتر ایسته اما با اون طرف اکای دکتر نمیشود که بیمار رو به بیمارخانه نبریم خواهش میکنم اوید این مسئله با کارمندان میلیسا صحبت کنید با ما یگون خیلی تشخیص لازم نیست این رو به اکسپرتیزا بردن با ما اکسپرتیزا لازم نیست ما دعوا نداریم خواهش میکنم این از من وابستگی ندارد سلام آقای پرویز سلام علیکم شما خوب سلامتی آنست همه تیم سلامت باشید احوالتان نصیب بوده است این ما در اینجا وا خورده ایم ما با شما وا خوردنی بوده بهترین نصیب بوده است انا خانم سیاره سلام پرویز سلام سیاره خوب هستی رحمت بسیار خوب میشد خانم سیاره زاده همین دهه است وای هم در همین دهه تولد شدگی خانم سیاره نصیب باشد به همینجا به کار میآید معلقه شناس هستی من زودتر میخواستم که خانم سیاره در مرکز طبی ما کارو سر خانم سیاره مادرش زاده همین دهه هستند نصیب باشد به کار روانش میکنید بله به شما روی سفید سلامت موفقیت سلامت باشید خاله گلناره همدردیم رو قبول کنید خداوند به شما صبر دهد همش از پی قدمی نامبارک تو سر شد تو آمدی و ده رو ویران کردی قاتل چی؟ همش معلوم است که عرق قلبکی نوشیده افتیده است چرا گناه را به سر من بار میکنید؟ بس کن یگم خیر عرقی قلبکی نیست پس چرا نمیخواهید که او را برده اکسپرتیزه کنند؟ همش بعد از اکسپرتیزه معین میشود میفهمید؟ همش معین میشود بسیار گپ نزن سرو رفتیم تو کاردار نشو رفتیم اوچه اکا جان رفته لباسات رو عوض کن باز اوچه هم نبیند مایلش تامینا جون اومدی بیا گوش کن امروز خواستگارها می آیند از خانه ایوموفا اوچه جون من به شوهر برآمدن نمیخواهم حالا من جوانم چی؟ او تو مرا شرمنده کردنی؟ اوچه جان به مردم باور نکنید اوچه جان من قاتل نیستم اوچه من آدم کش نیستم اوچه جان اوچه من او رو نکشتم اوچه تو چی ها میگویی؟ من او رو نکشتم آرام شوید اوچه جان اوچه جان همش خوب است تخمینم تز آب رو بیار حاضر اوچه جان اوچه من او رو نجات دادنی بودم اوچه جمیل آرام شو اوچه جان آب رو نوشید آب رو اوچه جان من او رو نکشتم اوچه جان آرام شوید باور کنید من او رو نکشتم اوچه جان اوچه جان آرام شوید جمیل خیزان اوچه رو اوچه جان اوچه جان دست گیرید اوچه باهوش بیایید به شما چی شد اوچه جان من او رو نکشتم پدرت میداند
مادرت میداند نه اوچه جان نمیداند مادرت میداند من او را نکشتم اوچه جان باور کنه جمیل خیز مادرم رو به هوش میبری پسری من نمیکنم اوچه جان آروم شوید خودتون رو به دست گیرید اوچه جان من نمیکنم آروم شوید اوچه جان آروم شوید اوچه جان ندارم اوچه جان خودتون رو به دست گیرید اوچه جان آخی من او را نکشتم اوچه جان جمیل تامینه جمیل اکای پرویز جمیل من مراد را نکشتم اکا اکای مراد خودش مرد جمیل من با تو باور دارم شیرکم اما تو باید در آنجا چی گپ شد همش رو به من نقل کنی میفهمی مایلش اکا همش رو به تو میفهمونم بعد جنجال شدم با پدرم عصبانی شده به تپه نزد ده رفتیم اکای بختیار هم با من بود اکای مراد رو دیدم در لب جر بود هنگام غلطیدن او را سخت داشتم اما او را داشته نتوانستم اکا من به تو باور دارم میفهمم تو باید همه این را رفته با پلیس یک نقل کنی میفهمی مایلش اکا ناامید نشو جمیل تا آخرین نفس مبارزه میبریم فهمیدی تا آخرین نفس اما تو فراموش نکن که یک تن از عائله ایومفا مرده است آنها تو را روز نمیدهند روز میفهمی پرویز چی کار کنیم آیا اکای من تسلیم میشود آخر اکای من بیگناه است گریه را بس کن تامینه همش خوب میشود بیگناه بودنی تو را حتما اثبات میکنی فکر میکنم که مراد عرقی زیاد نوشیده است از زیاد نوشیده چشمانش نمیدیدن میفهمی میفهمم اکای پرویز اینجا چی با مزنی در را؟ داشتم از اینجا داشتم آیا محکم بگو من در را قلب کرده بودم کی باشه؟ جمیل در را بشا اپای گلنارا چی گفت شده است؟ مراد مرده است؟ من این خبری شما را شنیده زود به نزد شما آمدم پدری قاتل من یک عمر شما را خوراندم پوشاندم تربیه کردم مرادی مرا پسری مرا بچه‌ای تو کشت اپا آخر من اپا جان آخر من چی خیل مراد پسری من مراد را کشته است جمیل مرا خوب گوش کن تو تامینه رو بر باز یگان حادثه نشد شادر را و خفا گفتم شا میگویم سهراب شا جمیل شا بگویم در همین جایی سهراب آرام شد سهراب دامت را گیر از نظرم دف شوید اول چاره پسرت رو میبینم بعد نوبت تو میرسد لعنتی ها نابکاره ها چی؟ پسر من مراد را کشته است؟ نه هیچ وقت او این کارو کرده نمیتواند هیچ وقت چی گفت شد؟ سهراب آرام شو گفتم چی گفت شد؟ مرا هم میزنی تامینه یک طرف است چی گفت شد؟ تو را نمیزنی چی گفت؟ لعنتی قاتل نابکار آرام شوید شما چیکار کردید؟ پسرت رو تربیه کرده چیکار نمیتوانی نمیتوانی؟ او پدر خونه میستوده چیکار میکرد؟ آرام شوید چی گپ شده باشه تو چی ها میگویی؟ شما با ما تهمت نکنید کور نمک ها شما عصبی نشوید که دولینیاتون بلند بشه من خودم گپ میزنم قاتله این بچه شما جر کرده برا ما دیدم دروغ میگوید من شما رو میخورانم میپوشانم از حسابی من زندگی میکنید باز چی کاری کردگیتان بود من یک عمر مانندی غلام در خانه شما کار کردم آرام
ای آرام چی گپ است کنه گپ زنید رفیق سردار آرام هزم چی دبدم علمی همروی بختیار جیبونا این قبیده او بختیار هر یلغتش میزنم Kapitan, bu umbarışları dastgir kın. اشو رو دستگیرش کن خاموش آرام شوه آرام شوه دوستان در شوبه صحبت نکنه بیگناه باشد حتما آزاد میشود رفته بچه من میبینم که چقدر آزاد میشود رفته خلا آرام شوی خلا آرام شوی من حاضر آب میارم مراد جان مراد جانی و جان مرا پرتفته با کجا رفتی مراد جان
مرحمت اوچه جان آب نوشید اوچه اوچه کاری منو تحمیله چی میشوده باشد؟ سهرا اکد مرده است تو باشی در فکر چی هستی؟ اوچه نباشد من هم از غم تحمیل سوخته مرم ها؟ میدونم که مصیبتی کلان به سرمان آمد لیکن من هم دیلم لکنده پرتا نمیتونم کن من هرگیز طاقت تأمین رو با این پرویزی کسافت دیدن رو ندارم اوچه دیلی من هم اصلا نیست کو اوچه اگر این کار نشود اگر تأمین رو بزنی نگیرم من رو هم با آن همین دستان خودت بوده گور میکنی اوچه فهمو؟ آروم شو پسرم آروم شو تقدیر همین بوده است پرویز شوهرم را کشت من باشم خواهرش را کلین کردم امروز جمیل پسرم را کشت این مراتب هم من خواهرش را کلین میکنم چی کار کنم تقدیر همین بوده است تقدیر از تقدیر جای گریز نیست مرده رفت زندگی دوام دارد چی؟ اکا هم مرده از کشته ما زن نگیریم عصبی شدم نخست از دهانم برآمد آخر گفتنیم که با جمیل قاتل در یک جا کلان شدند حالا باشد سفسطگویی را بس کنو از پی مراسم جنازه برادرت شو فهمیدی؟ رفته ملاهای مسجد رو دعوت کن آمده دعا کنه مایلش میروم لیکن شما بسیار گیره نکنید اوچه مادر جون من گروس نشدم که خوراک میخوریم؟ حاضر بچم حاضر نان تازه اکا جون برای چی موزیکی؟ آخر همه میدونن که جمیل بگناه هست نان سمی از مکتب اومد؟ نه حالا نه اومده است پرویز جان نان رو با دستت کن مان اکا جون التماس شما زیخ نشوید بعد من هم زیخ میشوم خیزه دستایتون رو شوید خوراک میخوریم خیزه زیخ نشوید رفته بیایید اکا جون گذاره انا بچه ها اوقاتی گرمه که گیرید خنک نشود گیرید پرویز جون ما همه میدونیم که جمیل گناه ندارد انا میبینی انشالله خدا خواهد پگاه بگاه میبینی که آمد
иншоалло очаҷон ман ба назди акаи бахтиёр меравам бо ӯ суҳбат кардан мехоҳам акаи бахтиёр дар рафти ҳодиса буданд ӯ бахтиёр девона аст аз вай ту чӣ мефаҳмӣ оча дар урфият мегӯянд ки девона ба кори худаш ҳушёр аст ана мебинед ки акаи бахтиёр барои ман ягон чизро нақл мекунад ман ҳам бо шумо равам не ту ба ҳеҷ куҷо намеравӣ хубтараш ба очаам кӯмак расон шумо хӯрокро гирифт ман рафта ба бахтиёр хӯрок мебардорам апай таъмина ба ӯ хӯрок бурда буд вай имрӯз наметавонад ман ҳозир оша бардорам майла шушаҷон гиред ака بیایید رحمت خالاجان زندگی همین بوده است مصیبتی سخت به سرمون آمد لیکن چیکار کنیم فقط صبر کردن در کار صبر از سرم دور نمی شود آخر برای چی؟ برای چی پسری من رو تیله کرده کشت؟ آمین گذشته های خدا رحمت کند جاهاشان جنت گرداند الله اکبر مایلش رحمت خوش آمدید мардак кай писарамонро озод мекунанд иншолло озод мекунанд кош ки шумо ҳам ҳамроҳаш мерафтед худаш танҳо буд эй агар мерафтам ҳам ягон кор карда намешуд паго барои писарам адвокат пайдо мекунам инҳоро гиреду писарамонро озод кунед вай гуноҳ надорад ман пурра боварӣ дорам инҳоро дар як ҷо пинҳон кун ман худам камтар пул захира кардам ана ҳамонҳоро медиҳам ҳозир дар ягон ҷо кор намекунам мисли моҳӣ аз об баромадагӣ шудам агар лозим шавад баъд онҳоро мефурӯшем очаҷон бисёр зиқ нашавед ҳамаш хуб мешавад ба акаи бахтиёр хӯрок мебарам бисёр хуб кардӣ духтарам ман тамоман фаромӯш кардам дар ҳамихе рӯзҳои сахт хӯроки ҳамон бечораро фаромӯш накардед аз куҷо фаромӯш мекунам бо дастони худам калон кардам бачая кам мешавад рост мегӯй рост замину боғашро истифода мебарему барои як хӯроки ночиз фаромӯш мекунем офарин занак офарин қанзан
پرویز خوب هستی؟ خوبه در دستت طبق به کجا می روی؟ با اکای بختیار خوراک میبرم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ مادرم گفت که امروز تحمین خوراک برده نمیتواند، ولی میبینم که تو خوراک میبری. بله، اکای بختیار یکی از اعضایان عائله ما به حساب میرود. من هر روز با او خوراک میبرم. خالم او را بسیار نگاه بین میکنه. در دست چی داری؟ بله، من هم با اکای بختیار خوراک میبرم و در مسئله جمیل کنی با او صحبت کنم. آخر اکای بختیار دیوانه است. از او چی رو منتظری؟ تحمینه، میدونی چی؟ یگانه نفری که باور دارم این اکای بختیار است. تنها او میتواند به ما کمک کند، میفهمی؟ تنها او. بیا یک جای میرویم. رفتیم. پرویز، برابر دیدن منظره کودکیمون به خاطر رسید. یادت است؟ چی؟ او از همان زینه ها میفرامدیم. بله. من همیشه کوشش میکردم که از همه پیش بیدوم، ولی تو باز هم از من پیش میدویدی. آخر به هر حال هرچندی که من کوشش میکردم، ولی دختر بودنم معین بود، نمیتوانستم. باز چرا تو از کودکی من در یاد داری گفته میتوانی؟ آخر من و تو از کودکی با همیم یک جوییم، همیشه قدم میزنیم، همیشه هر کجا که رویم با همین. بله، ما همیشه دویم یک جایی میگشتیم. بله، ما دویم یک جایی میگشتیم. یک جایی درست میکردیم، همه مکتب میرفتیم. خیلی حادثه های زیادی از سر گذراندیم که بسیار جالب بود. آن اتاقی در آخر بوده اتاق اکای بختیار است؟ نمیدونم پرویز. اکای بختیار هیچ کس رو به آنجا نمیموند. به فکرم در آنجا خاطره های زن و فرزندش است. فهمو، نباشد تو خوراک آماده کن. کنی من بینم اکای بختیار به چیکار مشغول است. به تو برار میخواهم. به تو برار میخواهم. اکای بختیار، اکای بختیار، این در کجا باشد؟ ماشینش کو در همینجا، کو یک خونش رو بینم. اکای بختیار، اکای بختیار، اکای بختیار. کجا شدی؟ اینجا کیست؟ کی اومد؟ کی اومد؟ اکای بختیار